سرخط خبرها: انتخابات آمریکا به پایان نزدیک می شود. ترامپ: یک پیروزی بزرگی در انتظار ما است. بایدن: ترامپ چمدانهایش را ببندد. رژیم ایران به انتخابات آمریکا رخنه کرد. دو نهاد اطلاعاتی ایالات متحده واکنش نشان دادند. ایرانیان نباید بار دیگر به پهلویسم پشت کنند. به بهانه 60 سالگی شاهزاده رضا پهلوی. سلام، به کانال خبری ایران خوش آمدید. لطفاً پیش از هر چیز کانال رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله در کانال ایران مشترک شوید. در ضمن با لایک کردن این ویدیو به بیشتر دیده شدن اخبار کمک میکنید. با سپاس از همراهی شما. مشروع اخبار: ترامپ: یک پیروزی بزرگی در انتظار ما است. بایدن: ترامپ چمدانهایش را ببندد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و نامزد جمهوریخواه انتخابات 3 نوامبر در آخرین همایش سیاسی خود گفت منتظر یک پیروزی بزرگ است. این در حالی است که جو بایدن میگوید دونالد ترامپ باید چمدانهایش را جمع کند و آماده ترک قدرت باشد. آقای ترامپ در جریان آخرین کارزار انتخاباتی خود در شهر فایت ویل در کارولینای شمالی گفت در این ایالات میبریم و 4 سال دیگر در کاخ سفید بزرگمان میمانیم. وی خطاب به هوادارانش گفت به لطف رأی شما مالیات‌ها را باز هم کم خواهیم کرد، هزینه‌های دولتی را کمتر و از پلیس بزرگ و ارتش فوق‌العاده‌مان حمایت می‌کنیم. هوای کهنه سربازانمان را خواهیم داشت و پاسدار متمم دوم قانون اساسی باقی خواهیم ماند. نتایج نظرسنجی‌ها نشانگر رقابت تنگاتنگ دو نامزد با پیشتازی جو بایدن کاندیدای حزب دموکرات است. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین وعده داد در صورت ابقای در قدرت از آزادی‌های مذهبی و تولید ملی حمایت کند تا کالاهای بیشتری با برند مید این یو اس آ تولید شود. در همین روز جو بایدن در آخرین همایش انتخاباتی خود با پیشبینی پیروزی دموکرات‌ها و شکست اردوگاه جمهوری‌خواهان گفت باور دارم پیام انتخابات روشن و قاطع خواهد بود. وقتش رسیده که ترامپ چمدانهایش را جمع کند و به خانه برگردد. طاقتمان تاق شده. دیگر تحمل آشفتگی و توییت نداریم. دیگر نمیخواهیم خشونت، نفرت، شکست و بی‌مسئولیتی را تحمل کنیم. با توجه به تشدید اختلاف‌های سیاسی، نژادی و طبقاتی در ایالات متحده و مشارکت گسترده شهروندان در انتخابات و رقابت شانه به شانه دو نامزد، احتمال به تعویق افتادن اعلام نتیجه قطعی، بروز اختلاف بر سر شمار آرا و باز شدن پای نهادهای قضایی و سیاسی به روند انتخابات و بروز ناآرامی پس از پایان رأیگیری به شدت وجود دارد. دو نهاد اطلاعاتی ایالات متحده: رخنه ایران در نظام انتخاباتی آمریکا شناسایی و خنثی شد. پلیس فدرال آمریکا FBI و آژانس امنیت سایبری و زیربنایی ایالات متحده با انتشار بیانیه مشترکی از شناسایی و خنثی شدن یک رخنه اطلاعاتی عوامل رژیم ایران در یکی از ایالت‌های آمریکا خبر دادند و گفتند که این رخنه بدون هر گونه تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات شناسایی و ترمیم شده است. در این بیانیه آمده است که در نتیجه همکاری مداوم دو نهاد نامبرده با مقامات انتخاباتی ایالتی و محلی برای شناسایی چگونگی دستیابی عوامل ایران به اطلاعات رای دهندگان آمریکایی مشخص شد که عوامل سایبری ایران در یکی از تارنماهای یک ایالت رخنه کرده و اطلاعات انتخاباتی شخصی رای دهندگان را به دست آوردند. در بیانیه مشترک FBI و آژانس امنیت سایبری و زیربنایی اعلام کردند که این رخنه ترمیم شده و بررسی‌های تحلیلی نشان می‌دهد این اطلاعات به عوامل رژیم ایران اجازه تغییر نتایج انتخابات در سیستم ایالتی را نداده است. این دو نهاد همچنین اعلام کردند به ارزیابی خود ادامه خواهند داد و هوشیاری خود را حفظ خواهند کرد. رأیگیری زود هنگام در بسیاری از ایالت‌های آمریکا جریان دارد و رأیگیری سراسری روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. جان رتکلیف، مدیر اطلاعاتی ملی، و کریستوفر ری، مدیر FBI، پیشتر اعلام کردند که ایران و روسیه اطلاعات ثبت نام رای دهندگان را با نیت دخالت در انتخابات نوامبر به دست آوردند. مدیر اطلاعات ملی گفت ما قبلا شاهد این بوده ایم که ایران ایمیل های جعلی به منظور ارعاب رای دهندگان، برانگیختن ناآرامی اجتماعی و تخریب پرزیدنت ترامپ ارسال می کند. ایرانیان نباید بار دیگر به پهلویسم پشت کنند. به بهانه 60 سالگی شاهزاده رضا پهلوی،
کامران خانسارینیا میگوید اخیراً یکی از بستگان سالمندم از من پرسید ولیعهد چند سالش است؟ خدا حفظش کند. بله، رضا پهلوی ولیعهد ایران روز 9 آبان 1399 60 ساله شد و این بیش از یک روز تولد یادآوری بیرحمانه از گذشت زمان است. آنهایی که سنشان قد می‌دهد شاهزاده را هنوز همون نوزادی می‌بینند که در زمان تولدش در خیابان‌های ایران جشن و پایکوبی برپا شد، یا آن خلبان 18 ساله شیک و مؤدب هواپیماهای شکاری که به 3 زبان زنده دنیا مسلط است، و یا آن جوان موقری که با فوت پدرش ناگهان تبدیل به مردی بزرگسال شد. او امروز در حالی که 2/3 عمر خود را در تبعید گذرانده 60 ساله شد. او تربیت شده بود تا پادشاه ایران شود، اما تاریخ نقشه‌های دیگری داشت. شاه در سال 1357 ایران را ترک کرد چون حاضر به ریختن خون ملت خود برای حفظ تاج و تختش نبود. 4 دهه بعد ایرانیان پشیمان از آن انقلاب تقریبا از همه طیف‌های سیاسی و اجتماعی شعار ما انقلاب کردیم چه اشتباهی کردیم سر می‌دهند. آنها به این درک رسیدند که در سال 1357 یعنی زمانی که ایران نیاز به اصلاحات داشت انقلاب کردند و امروز که نیاز به انقلاب است هنوز عده‌ای به دنبال اصلاحات بی‌معنی هستند. امروز یک جمله در مورد شاه از سوی ایرانیان داخل و خارج از ایران تکرار می‌شود: ما قدر او را ندانستیم، او از مردمش جلوتر بود. در تمام سالهایی که ایرانیان برای پی بردن به این واقعیت نیاز داشتند، شاهزاده رضا پهلوی همچون زمان ولیعهدی در ایران تلاش کرد تا از تجربه‌های جهان برای کمک به بازسازی کشورش بیاموزد. همان کشوری که به او پشت کرده بود و مردمش عکس‌های او را در خیابان‌ها سوزانده بودند. او این مسیر طولانی را اکثرا به تنهایی طی کرد. برای مثال او دهه‌ها است که از نافرمانی مدنی برای سرنگونی جمهوری اسلامی سخن میگوید، ولی نسل‌های مختلف ایرانیان برای بیش از 2 دهه به سراب اصلاحات امید بستند. زمانی که او از تحریم انتخابات میگفت میلیون‌ها نفر در انتخاب‌های قلابی رژیم شرکت کردند. زمانی که او راه حل را در دموکراسی سکولار میدید، اکثریت خود را وقف معتدل نگاه داشتن یک رژیم سرکوبگر دینی کردند. زمانی که او از اتحاد و همگرایی سخن میگفت، نیروهای سیاسی در جهت واگرایی و تفرقه حرکت میکردند. با تمام این احوال و ناملایمات، او به راهی که باور داشت ادامه داد و هرگز ناامید نشد، آن هم در حالی که اقامتش در خارج از کشور برخلاف دیدارها و سفرهای خارجی که در مقام ولیعهد رسمی داشت پایان ناپذیر به نظر می رسید و دیگر درباریان خوشرو و یا امکانات راحت سفر نیز وجود نداشت. تنها عامل تداوم این مأموریت عشق او به کشور و فداکاری عمیق نسبت به مردمش بود. سلاح او در مقابل سیلی از حملات و تهدیدهای بیپایان فقط اندیشه و قلمش بود و اینکه بتواند آن حملات و تهدیدها را به فرصتی برای یادگیری درس‌های تازه تبدیل کند. این مسیر در عین حال مملو از زیانهای شخصی بی‌پایان بود. دوستانی که یک عمر در کنارش بودند به او پشت کردند و برخی معتمدان خیانت کردند. از دست دادن خواهر و برادر عزیز میتوانست قوی‌ترین شخص را از پای در بیاورد و همه اینها در کشوری غریب رخ میداد که به گفته شاعر این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست. شاهزاده رضا پهلوی اخیراً در مرحله تازه‌ای از مبارزه‌اش برای آزادی و برپایی یک دموکراسی سکولار در ایران مستقیم و مفصل با ملت سخن گفت. او این مرحله تازه را پس از آن آغاز کرد که رژیم در آبان 98 بیش از 1500 نفر از معترضان را به قتل رساند و چندی بعد در دی ماه یک هواپیمای مسافربری را ساقط کرد. در نتیجه این اتفاقات کم سابقه اکثر مردم ایران بالاخره متقاعد شدند که در مورد گزینه دیگری به غیر از جمهوری اسلامی به طور جدی فکر کنند. او در این سخنرانی از یک پیمان نوین سخن گفت. هرچند مخالفانش باز تلاش کردند بگویند حرف تازه‌ای در این پیمان نبود، اما عده زیادی از طیف‌های مختلف سیاسی از آن استقبال کردند و این پیمان مردم ایران را نیز به وجد آورد. شاید بتوان گفت که پیمان نوین مجموعی از مهمترین درس‌هایی است که شاهزاده در این سفر طولانی آموخته و چون از دل برآمده بر دل مردم نشسته است. پیمان نوین عهدی بین شاهزاده و مردم نیست، بلکه بین تمامی مردم از جمله با خود اوست. پیامی به مردم در روزگاری که انگیزه مرهم سریع هر روز قوی‌تر می‌شود و جمهوری اسلامی بیش از پیش بدبختی به بار می‌آورد. بذر نظریه‌های دموکراتیک برای فردای ایران باید کاشته، ترویج و پرورش داده شود. زمان سقوط یک رژیم دیکتاتوری بهترین زمان برای بنیان گذاشتن شالوده‌ای بر پایه اندیشه‌های لیبرال و دموکراتیک است.
در این زمان که بسیاری از افراد محتاج نان شبشان هستند، شاهزاده رضا پهلوی به ایرانیان یادآور شده که همین نان هم بدون دموکراسی دوامی نخواهد داشت. او در جواب افرادی که بر مصلحت و شتاب در مقابل اصول سخن میگویند و معتقدند ایران آماده دموکراسی نیست، ایرانیان قادر نیستند بر خود حکومت کنند و فقط یک شخص قدرتمند میتواند کشور را بسازد، با قاطعیت میگوید خیر، ایرانیان مستحق دموکراسی اند و حتما قادرند آن را پیاده کنند. او سالهاست که اصولش را فدای محبوبیت عمومی نکرده است. شاهزاده در سخنان خود منتقدانش را با این پرسش به چالش میکشد: شما ممکن است با پیام رسان مشکل داشته باشید، ولی اشکال خود پیام چیست؟ و اتفاقا در این مورد نقطه عطف همان ترکیب پیام رسان و پیام است. مردی که چشم میلیون ها ایرانی به اوست میگوید من آماده ایفای نقش خود هستم. آیا شما هم آماده ایفای نقش خود هستید؟ ما باید این کار را با هم انجام بدهیم. دیدگاه شاهزاده رضا پهلوی بر اساس آموزه ها و تجربه های 60 سالش شکل گرفته و در این حال نمایانگر یک الگوی تاریخی است که امروز با عنوان پهلویسم در ایران شناخته می شود. ارزش های او مترقی، آینده نگر و مدرن هستند که شباهت بسیاری به افکار پدر و پدر بزرگش دارد. دو پهلوی که مردم حالا میگویند از زمان خود جلوتر بودند. چالشی که ایرانیان امروز با آن روبرو هستند از دست ندادن این موقعیت است. آنها باید همین حالا عمل کنند تا 50 سال دیگر مجبور به تکرار افسوس امروزشان نشوند که پهلوی از زمان خود جلوتر بود. ایرانیان باید از این فرصت تاریخی استفاده کنند. موضوع این بار فقط مربوط به پیام رسان نیست و اصل پیام از آن مهمتر است. آنها باید متحد بشوند، اختلافات خود را کنار بگذارند و تصمیم بگیرند که برای آزادی ایران حاضر به چه کاری هستند. اکنون نوبت ماست. می توان تصور کرد که این پیام رسان خاص در روز تولد 60 سالگی خود هدیه ای را که همسفرانش در این سفر طولانی به او پیشکش می کنند از هر چیز دیگری بیشتر دوست خواهد داشت.